اسکتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان عزیز که امیدوارم هر جای این دنیا که هستی حال دلت خوب باشه. امروز اومدم با یک موزیک ویدیوی توپ دیگه به درخواست شما از مبارز و باران با آهنگ مستم. دمتون گرم بابت همه انرژی مثبتی که بهم میدین. اومدم این موزیک ویدیو رو با هم دیگه ریاکت بریم. یادتون باشه آخر ویدیو چه سورپرایزی هستش. حتما ویدیوهای دیگر رو به دوستای دیگه‌تون اشتراک بذارین برای حمایت از من. دمتون گرم. بدون معطلی بریم این موزیک ویدیو زیبا رو با هم دیگه ببینیم. برو بریم. اول ویدیو با چه ماشینی؟ گنگ بالاست. بریم ببینیم ادامهش چیه. نخش روی نبزه مکینم شبا مایتسه دا چشموی تو جدو بسه مغرق میشون دا دیلی بسه خوزی کمانی خیلی لیدی که با جو کابلو کروسو کردی دنیای مورا. اول داستانی هم تبلیغ ماشین رو داشتیم، هم تبلیغ پارامونت هتل بودش و هم تبلیغ این نوشیدنی ودکا که من نمیدونم الکل داره یا نه، ولی خب تبلیغ این ستا با هم دیگه بوده. بریم ادامه رو ببینیم. فکر کنم از این گنگستریاست که گنگ بالاست. بریم ببینیم داستان چیه. همیشه با چشم دیده تو خیلیش نیستی که همه چشیده دوناتر رمضان بسی من نوزه که بدیلی مردانه ده هم سفرم رفیقم سپور تو سیلو مده وقتی هم ازید مبنه موته ای کچه می خونو میگن دزو دلو چه میری تو بوینش نیست گفومتی چکی ترک زیدن همه مونو عاشقم و مستی مستم غیر تو با هیچ که دل نبستم یک جان از تو و از من تا با آخر در برات هستم تبسمی آقا خیلی صداشون خوبه، هر جفتشون صدای پخته با قدرتیه، یعنی میدونه داره چیکار میکنه. رپشون هم قشنگه، موزیک ویدیو هم که عالی، کیفیت هم عالی. بریم ادامه چی میشه. آدمو نداری اشاره عاشقا نداری و چه زیبا گرفی با در دل من آشا نداری عاشقم و مستی مستم غیر تو با. من فکر کنم اینا نشستن که حالا بازی کنن دیگه. بازیش چی هستش نمیدونم. اشتباه نکنم فکر کنم پوکر بود اینجور که داشت کارت پخش میکنه. حالا بریم بقیه‌شو. هیچ که دل نبستم یک جان از تو از من تا با آخر در برات هستم تبسمی جادو نداری اشاره عاشقا نداری و چه زیبا گرفی با در دل من آشا. حال کردید گفتم پوکره. من بازی پوکر یعنی عاشقشم، خیلی دوست دارم پوکر. میدونید که یکی از شهرهای بزرگ آمریکا به نام لاس وگاس اصلا کل شهر کازینوه برای اینکه بری یه همچین بازیایی انجام بدی. اونایی که پوکر بلدن تو کامنت ها واسه من بنویسن. بریم ادامه. منی هم تو دیگری بالاتری تو با هم نگاهت پری دیل میبری من تو میکنم باوری جانم پری گه پر سکوتی گه سرودی خوب و خوشتری به تو مثلی شامی دارم عاشقی زارم چو خاکیستری سیگارم بوی غم دارم خسته از غم و آزارم به تو من خارم با تو شادم به تو یادی رفته بربادم عاشقم و مستی مستم غیر تو با هیچ که دل نبستم یک جان از تو و از من تا با آخر در برات هستم تبسمی جادو نداری اشاره عاشقا. این پارلمانت هتل ها کجاست؟ فکر کنم تو شهر دوشنبه باشه اگه اشتباه نکنم. تو کامنت ها واسه هم بنویسید. بعد
کلاب داره، خیلی باحاله، چرا که نه. جوونا بالاخره برن یه جا جمع شن، یه خورده خوش بگذرونن. خیلی خوبه که کشوری که یه همچین چیزایی هستش. از لحاظ من شاید هم دارم من اشتباه میکنم، ولی جایی باشه که جوونا بتونن برن تفریح کنن، تفریح سالم، به نظر من هیچ اشکالی نداره. بریم ادامه. نداری و چه زیبا گهفیره با در دل من آشنا نداری مованes شرمایو تو فای بهترین مده ای حیات قدیده بدن اتونا میگم خیر کی ما با تو دست بدن آل این کرد. اینکه همه رو میذاره وسط یعنی آل این، یعنی هر چی من دارم. هر کس که میخواد باید ریس بده، بیاد باش بازی کنه یا فلت بده بره بیرون. ببینیم دوست عزیز اون دل و جرأت رو داره که بخواد ریس بده بیاد بازی کنه یا فلت میده میره بیرون. سکت دادیو دیل پری که پوی اودی نگیتم دبل کوین داره، دبل بیبی دبل بیبی داره یا دبل کوین. ببینیم طرف مقابل چی داره. باید حتما یه برگ خیلی بهتر داشته باشه تا بتونه این دبل کوین رو ببره. دبل کوین کارت خیلی خوبیه. مگه انو شیرفونی اودی دادا من خول داشی کروی بادما برای که دوست میداری ای تعدیدی برای نبودن دیر آمدن سوری شبایی دراز به رویال کرد. رویال بالاترین برگاست، میشه آس شاه بیبی سرباز دلو از یه برگ مثلا. حالا مثلا این گیشنیزه. پسر همه رو برد. یعنی خیلیه. دوتا بیبی داشتش، دوتا کوین داشتش تو دستش، اون یکی یه دونه هم رو زمین بود. 3 تا. این یهو اومد گفت بابا بذار زمین برو جوجو همشو بده بیاد. من مستی چشمای خماری مرسی برای انتظاری جاوگر برداری مود خونمون روشنی مگه نوری رو دارم سفرم رفیقم سی پوت و سیلو میخوام قطید به دوش عمر عاشقم و مستم غری تو با عشق دل نبستم اوه گنگارو هفتیر بالا مافیا داداش چی میگی؟ ما گنگمون خیلی بالاست. ولی خب اول ویدیو اینی کردم با این اسلحه کشید اومد باهاش بغلش کردش، مثلا دوست بودن با هم. یک جان از تو و از من تا با آخر در برات هستم تبسمی جادو نداری اشاره عاشقا نداری. آدم پخته توی مجلس چیزی باشه همه چی رو آروم میکنه. بشینید بابا بشینید، هست به همه میرسه. و چه زیبا گهفیره با در دل من آشنا نداری عاشقم و مستم غری تو با هیچ که دل نبستم یک جان از تو از من تا با آخر در برات هستم تبسمی جادو نداری اشاره عاشقا نداری و چه زیبا. آقا کش فراوون مانی پیسه همینجوری میریزه میگه داداش واسه ما پولمول خیالی نیست. ایشالله که همه زندگیاتون پرپول باشه، لباتون خندون باشه و دلاتون شاد و بدن سالم از همه مهمتر. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. ویدیوهای دیگر رو حتما به دوستای دیگه‌تون اشتراک بذارید. کامنت یادتون نره، زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی پیس.